یک شاخه گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ. سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا. گوینده فیروزه امیر معز. خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد. خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد. ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. زاهد خلوت نشین دوش به خانه شد. اصل پیمان گذشت بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب. باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ وی گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی؟ می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی؟ ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ وی گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی؟ می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی؟ که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی؟ باز آمدی ای جان من، جان ها فدای جان باز آمدی ای جان من، جان ها فدای جان تو، جان منو صد همچون قربان تو، قربان تو. گفتی
جانان من جانان گفتی که حیرانه که حیران تو حیران تو باز آمدی باز آمدی ای جان من ای جان من جان ها فدای جان جان منو همچون قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو یا
این بود شاخ گل شماره 369.